من نیم بی آشیان پرنده، من نیم در لب تصادف خنده. در همین جای است منزلگاهی من، در همین جا گشت روشن راهی من. در همین جا من به دنیا آمدم، در همین جا چشم بینا آمدم. پس چرا گویند بعضی دوستان چند روزه آمدی تو مهمان؟ مهمان من نیستم یاران، حذر از چنین گپ‌های ناچسبان حذر. در همین جای است منزلگاه من. یعنی ببینید یکی گرچه شهروند SSRM، وکیل خلقی SSRM، رئیسی بنیاد آسیا و افریقا هم، شهروند جهانم، اما در همین جای است منزلگاه من. یا استاد ترسونزاده که شما میبینید چرا قهرمانن. من اینا برای میگم که هر بار دیگه از پیش صورتشون میگذره، همین لحظه ها رو به یادتون بیارید که مردم وطنداریشون همین تا ایدئولوژی و سیاست نبود. اینا همه خیلی دوست می‌داشتن. استاد ترسونزاده بود یک تاریخ عجیب داره گذشتنشون که استاد ترسونزاده اینقدر عاشق همین تاجیکستان ورزا و دوشنبه بودن که و آسیمی پرزیدنت اکادمی علم‌ها میگن که من اگر مردم مرا در انمو تپه بالای دوشنبه گور کنید، لچوب ده بلندی ده، چون که من از همینجا باید همین دوشنبه دیده استم. همین ورزاب و لچوب ای پیشم گذشتن گیرد. روحی من در همینجا ابداً باید همین دو دریا را، همین شهر را تماشا کرده استد. همون تپه لچوب قبرستان نبود، خیلی نبود قبرستان. به خاطر استاد ترسونزاده همونجا قراری حکومت برآمد، همونجا گور کردن که استاد گفته که من در همون بلندی باشم، همین دریا و همین شهر دیده استم، چون که بهشتی من همین است. این وصیت ترسونزاده. و استاد اینقدر همین غروری ملی داشتن که اگر شما دانید ترسونزاده یک عنوان بلندترین داشت، شهروندی جهان. در وقت میفتن گرجدنین میره. بسیار دولت ها اگر ترسونزاده میرفت میفتن که نه پاسپورت در کاره نه ویزا، همین در آمدن برابر استاد ترسونزاده آمده پاکستان است، هندوستان است، افغانستان است وارد میشدن، چون که باید شهروندی جهان حساب میشد. و همه وقت در خارج بودن، در سفر رو بودن، بنابراین نامشان یک کلیچکه یا نامی عنوانشان بود توریست. همین استاد باقی رحیم‌زاده هر وقتی که ترسونزاده میامد در ایروپان، توریست با آمدی تاجیکستان مهمانی آمدی میگفتن، چون که همه وقت در سفر بوده است. حتی در همون شعری بزرگشون میگه اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور، به سیاحی مرا کردند گرچه دوستان مشهور. یعنی به سیاحی، گویا من سیاحم، توریستم، من مهمان میگن. ولی وقتی پیری شونده سال آخر حیات داستان جان شیرین می نویسن. در آخر داستان جان شیرین یک جایی دارد که اگر کسی امو را با درک خونه اشکاش میریزه. استاد میگه که همه گپا میگن، بعد میگه که آمدم بر تاجیکستان عزیز. اینجاش یادتون هست؟ آمدم بر تاجیکستان عزیز تا ببینم روی یاران عزیز، تا برایم بر سری کوهسارها سیر بینم کشورم را بارها. سیر بینم یعنی گرسنه میشده برم تاجیکستان. تا برایم بر سری کوهسارها سیر بینم کشورم را بارها، تا کنم تعظیم همچون پختچین چارقد گردیده بر سوی زمین. خب همینجا شکل بینید که راننده استاد ترسونزاده میگه که وقتی که استاد ترسونزاده می آمد از سفری یک ماه دو ماه، میگه که استاد خانه رویم. نه نمیگه خانه نمیریم، اول بریم بالای همو ورزاب. من همین دوشنبه همین کوههای ساره، کوه یاون، ایسومتو، همین لچوب یک جایی هست در بالای دوشنبه که از اونجا هم شهرینو، حصار، هم طرف یاون تو وحدت تو درونی ورزاب میتوبد. همونجا میرفت از استاد ترسونزاده هر کوه هر دریا یک بار زیارت کرده، نیم ساعت آرام شده میفته اکن های خانه رویم. این بزرگی شد.
حاضر ما همی سمالیات نشیشته اسمس میکنه خونه ده هسته نسته حاضر میبیوم راست خونه میره. انا استاد بین یعنی چقدر عاشق بوده. بنابراین گفتن تا برایم بر سری کوه سارها سیر بینم کشورم را بارها. این گپ خالی نیست. راننده چون میگه هر بار اول اونجا میرفت بعد خانه میرفت. انا اونجا گفتن که آمدم بر تاجیکستانی عزیز. گفتم بعد میگه در همین جای است منزلگاه من. ببینید من نیم بی آشیان پرنده، من نیم در لب تصادف خنده. در همین جای است منزلگاه من، در همین جا گشت روشن راهی من. در همین جا من به دنیا آمدم، در همین جا چشم بینا آمدم. پس چرا گویند بعضی دوستان چند روزه آمدی تو مهمان؟ مهمان من نیستم یاران، حذر از چنین گپ‌های ناچسبان حذر. در همین جای است منزلگاه من. یعنی ببینید یکی گرچه شهروند SSRم، وکیل خلقی SSRم، رئیسی بنیاد آسیا و آفریقا هم، شهروند جهانم، اما در همین جای است منزلگاه من. این ترسوزاده خلاصه انمی گونه با وطن اینا پیوست بدن.